هی روزگار همش دارم روز میگیرم، از این وضعیت خسته شدم. این همه باید حرکتهای خفن میرن، انگار من اینجا 10 سال عقبم. پشت پشت. اینجا سلام کی سلام از کجا اومد؟ عزیزم. شنیدم که کمک میخوای، میتونم بهت کمک کنم یه چند تا حرکت رو نشون بدم. آره میخوام، ممنونت میشم. خواهش میکنم. ادا بریم که بهت نشون بدم. اول از همه مریتون یه تریکی داره که میتونی از طبقه بری بالا فقط با آینه. الان میتونم یه دونه مثال بزنم، اونو بیخیال. اینی داخل اون خونه است و سر همین من اگه برگردم اون سمت میام بالا. حالا اگه آره میتونی حالا حرکت‌های خفن بزنی باش و این چیزا. یه چیز دیگه هم هست در مورد رسکیوه. بذارین حالا قطار بهم خورد، الان میام نشونه تو میده. خب مرسنری رسید و شب بعضی حالا یه چیزی رو ندونن ببخشید. میبینید که الان پریزونر روی اسمش دونه چیز قرمز هست. اون نشون میده که حالا یک بار چه شد و این چیزها رو احتمالا کسایی که تازه بردن ندارن. یه چیز دیگه هم هست، اکثرا مثلا مردم از اینجا نجات میدن، حالا شاید ندونی این چیزا، ولی اگه از اینجا نجات بدی این سم میای، یعنی میدونین منظورم دیگه. خب اگه مثلا بخوام اینو بزنم میخوره به مرسنری و اون میتونه فرار کنه و بیشتر کایت کنه و این چیزا، ولی اگه از اینجا نجات بدی آره کسی که نجات پیدا میکنه از این سمه و میتونم راحت یه بار دیگه بزنم. حالا در مورد مرسنری یه تکنیکی داره، الان بهتون نشون میدن. چیزی که مهمه لاکره. خب برای مثال ما ایشون رو یه کاتکی میزنیم و میدیم که داره همجور جونش پر میشه. خب اوی داشته کن خود و اوکی. خب ما ایشون رو میزنیم و خوب به جونش دقت کنیم. میبینی؟ برای یه چند لحظه زنده موند، برای اینکه مثلا بخت طرف بشه و این چیزا. اگه مثلا هانتر دنبال مرسنریه خیلی چیز خوبیه، مثلا یه 4-5 ثانیه از وقت ها میگیره، مثلا هانتر میتونه بره آره بقیه برن بیشتر تیکوت کنن و این چیزا. چیز بعدی در مورد این مپ راستش که ممکن حالا بعضی ها نمیدونستن، حتی فکر کنم تو این چند سال که من بازی کردم فقط 1 نفر یا 2 نفر مثلا از این تکنیک استفاده کردن. اینجا میبینی اینجا خالیه، بعد میتونید راحت نیک بزنید مثلا جوری خیلی خوب کاربردی. البته شرایطش کم پیش میاد همچین چیزی اتفاق بیفته، ولی خب بازم بهتره چیه. یه چیز دیگه که هست، اگه اشتباه نکنم که ایشا میتونه چیز کنه از دیوار رد بشه. آره دیدین چجوریه؟ ببینید نباید خیلی نزدیک باشه، اگه خیلی نزدیک باشه کار نمیده، ولی نباید هم خیلی دور باشی. آره من بذار امتحان کنم. آره مثل اینکه کار میده، ولی دورم نمیدونم. بذار تست کنم. عجیبه. خب بذارید خیلی دور تست کنم، حتی این 100% نمیشه، ولی خب آره خیلی دورم نه
بذار رنجش رو تست کنیم. اینجا که کار نمیده، اینجا هم کار نمیده. آره تا این حد فاصله کار میده. right؟ مثل این که اینجور بکنه نمیشه. اوکی خیلی سخته ولی خب دکمهش میره تا من تا بزنم خیلی سخت میشه. آره باید مثلا اگه اینجوری کنم آسون تره. اوکی این دیگه هم هست. کجا مثال بزنم؟ بذار برای این مثال یک پردی اینجا چره. خب بعضی که میدونن گیشه میتونه بره بالا و از اینجا چیز کنه، اینجور کنه و اینجا بزنه. ولی یه چند تا چیزای دیگه هم هست در مورد گیشا. اگه اصلا یه ذره فاصله داره اوکی مثل این که کار نکرد. دیده بودم تو هوا به اینک میزنن. و یه چیز دیگه هم که هست گاهی اوقات کار میده. بسا باید مثلا این درش رو میزنن. آها اوکی فهمیدم. وایسا بذاریم مثلا تظاهر کنیم که این چرشه، چره رندوم. اگه اینجور کنی کار نمیده، ولی اگه اینجور کنی باید پروانه از قبل باشه. حالا مثلا موقعی که مثلا یکی گذاشتی چند تا اینجا بذاری، مثلا 2 تا. بعد اگه یکی نزدیک شد چی رو میزنی؟ اوکی ولی خب نمیدونم اون چجوری بقیه با بینی که انجام میدن. کنم خیلی پینگ خوب میخواد متاسفانه. من خودم با خودم مچم ولی پینگم 130، یعنی متاسفانه ما خیلی از چیزا رو نمیتونیم انجام بدیم. یعنی ما که این هپوه رو میشناسیم، هپوه. حالا خب بگیم اوکی این بذار من در آهنگو کمتر کنم. خب ترمیاتو شما رو گاز میگیره. چیکار میکنی؟ هر 3 ثانیه میری. وای حواسم نبود. بعد نشونتون میدادم. میتونم دوباره امتحان کنم. اگه دقت کنی اوکی این دفعه حواسم نبود. چجوری مثلا این کار رو انجام بدید؟ هر 3 ثانیه این پای شما رو گاز میزنه دوباره و نمیتونید تکون بخورین. حالا تو این 5 ثانیه اگه از پلت استفاده کنین چیزتون نمیشه، وای نمیسین. حالا ممکنه پانتر بیاد این سمت، بعد شما موقعی که دارین میرین اینجور کتکت بزنه. ولی خب توی بعضی از شرایطات کار میده و میتونی فرار کنی. یه چیزی در مورد توی مونچنت که هست، حالا زیاد آدم ندیدم که توی مونچنت بازی کنه، ولی شاید مثلا بعضی ها بخوان و نتونن میدونی مخصوصا با این پینگ. ولی یه چیزی که هست میتونه کمک کنه، بهتون نشون بدم. اگه اشتباه نکنم با اینجور نمیرسیم به این و هایستی
خب ها و خب فکر کنم اینم باز به پینگ ما بنده خدا ربط داره، چون طبیعتا باید از اینجا رد بشه. عجیبه. ای وای شانس ما رو صبر بکنیم تا بره. خب باید کتکش بزنم. فکر کنم شاید اصلا منطقی نیست اون سمت بره. ایده ای ندارم، ولی خب خودتون که دیدی فرقشو. اگه با تون بری، همون بدو والت بزنی، همون از پنجره چیزی بری، چجور میگن، فاصله ای که میری کمتره تا اینکه مثلا وقتی آروم راه میری.